الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وجه محترم، الحمدلله الله تعالی من شما نصیب گردان مدینه منوره قدم هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زیر کرد، مسجد هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست های مبارکشان بنیاد کردند، قدم های صحابه ها رسیدگی جا، تمام عمر باواهای من شما عرضه کردگی جاها، تمام مسلمان ها اینجا دعا کردن می اومدگی جاها الله من شما سکت نصیب کرد. الحمدلله. من این منظره که دیده استودید مسجد نبوی، مسجدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مدینه منوره آمدن یکم کاری که کردن کردن مسجد بنیاد کردن. من همین گنبزی کویت اگر زنگوره بینید انا همین تگ همین خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و قبرشون هم حاضر گشانده انا همین جنده بینید. انا هم وقت انا همینجا تریتوری مسجد بود و خلاص. موضوع بینید من مسجد چقدر کلان شد، چند گکتر شده برفت. این همون مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم دستای مبارکشون که ساختن و گفتن که نمازی که در این مسجد خوانده میشد بهتر از 1000 نمازی که در دیگه مسجد خوانده میشد. 1000 مرتبه درجه آواز من در اومده عصر خونم، 1000 بار دیگه جنده عصر خونید اینجا افضل‌تر، شاید که یا برابر یا افضل‌تر. و گفتن که غیر از کجا مکه مکرمه مسجد الحرام که اونجا یک نماز 100,000 نماز که برابر میشه. من مسجد تریتوریش بینید کلان. انا همجا در اومده هر یک، یعنی ما گفتیم که مدینه منوره 5 جای سیاحت زیارتی که هر یک حاجی زیارت کنه ثواب میگیرد. یکمینش این سبب مسجد پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم مسجد نبوی. ان شاء الله ما در اومده زیارت کردم، زیارت میکنیم ان شاء الله 3 روز 4 روز همین جنده. من شما بینید همین جنده هر یک نماز خوندگمو پیشین خونم 1000 تا پیشین، نفل خونید 1000 تا نفل، ویتر خونید 1000 تا ویتر، یک جنازه خونید 1000 تا جنازه برفتن میگرد. تصور کنید که یک ثواب بهترین که الله تعالی قرآن میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که میگه یک عمل صالح که بیاد من 10 برابر همون ثواب میتونم میگم. که تصور کنید اگر الله من شما همین دیمک یک تا نماز خونم 1000 بشود، اگر این 1000 10 به ضرب زند چه میشه؟ 10,000 تگی ثواب من شما الله تعالی مکافات میتید. این خیلی مکافات گنجانده هست. اینجا های بینید که هر یک کنارش وقتی که چشم من شما میبیند این چشم ها گویا که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدگی میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم بینید این مدینه شهر با اومده بعد از که دعا کردن که الله این شهر بسیته برکات تگفته. این همه چیزهایی که من شما میبینیم حاضرین برکه دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعا کردن که بینید هر یک حاجی اومدگی قلبش محبت مدینه که میگرده. مکه رفتن زمان مدینه حاجی ها یاد میکنه، حال جاهای خودم رفته حال اشک از چشمتون میبیاد که مدینه یاد کردم گفتن چون که این شهر الله قلب من شما محبتش به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد جایگیر کرد. این بود یعنی من شما تنش کردم دربارش گفته داشتم مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حاضر نکن روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید یک جای میکنه معلومات میتیم. موجه محترم فضل الله کتی من شما مدینه منوره ده عبادت ها زیارت های سیکه سودیم دوام دوستیم. الله تعالی فایده نکند از من شما سیکند قبول گردونه. موجه محترم روضه من شما من هر یک حاجی اومدگی یکم سوالی که میتید روضه میدرویم می روضه کی میدرویم همین سوال هر یک منم 75 گروه باشد هر یک انسان الله ده به نظرم اما پرسه در کن. انا که نه زکه گوش کنید امید میکنم که همه میدونند. یعنی من شما باید که با گجا رفته در مساگم دونم روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم روضه مطهره میگون، روضه شریف میگون. اینجا الله مشرف گردان، اینجا الله مطهره یعنی پاکیزه گردان. روضه خودش اصلش سه باغ جنت میگون. چه باغ جنت میگون؟ حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم کی من هم جای بینید انا همینجا منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم جایهای خودم مونده امام ها دامله من شما نمازی من برام خطبه میخونن روضه کو زینه انا همینجا یعنی خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود کنده درخت بود پیش انا همینجا من همینجا بینید اینجا محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همینجا زمان اند رسول الله صلی الله علیه و سلم امام شده جماعت با صحابه ها نماز خوانده میدادن. الله نصیب کنه تا شاید من شما یکم صفحه شاید دیم صفحه غلطیم ان شاء الله جای هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوندن همونجا نماز میخونم. جای های سجده شما ان شاء الله سجده میکنم. جای های پای صحابه ها رفته من شما هم میکنم
ibodat میکنم و جای محترم انا من منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم این محرابشان گوش اندازه تلفن کرده بند نشید ابوبکر تلفنت گر بند نشد من ببین منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم من ببین محرابشان من اینجا اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه شون من همینجا دیوال بود خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد کده دیوالش یک تا بود درچه شون بود میوننده درچه یکشون خونه مسجد به میدر اومده انا که رسول الله صلی الله علیه و سلم سی گفتن حدیثشون نه ما بین بیتی ما بین خانه من خانه شون این ما بینش ما بین انا همین مساحت ما بین خانه من و منبر من منبرشون و خانه شون میانه همین گفتن باغی از باغهای جنت سبحان الله باغی از باغهای جنت انا کن علما ها سوال میتونن که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما بین خانه من و منبرم باغی از باغ جنت گفتن چرا دیگه جای نگفتن و این من همینجا گفتن که باغی از باغ جنت علما ها میگن که این زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم باغ جنت گفتن که روز قیامت میگن تمام زمین ها پوره میشد تمام روی زمین پوره میشد کوه ها طلقم میشد همه جا نیست و نابود میشد یگانه انا همین زمین بتون میموند جنت رو برداشته میشد گفتن این زمین روز قیامت جنت رو برداشته میشد انا کن یک حدیث ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگن شما میگن روی زمین اند جایهای نمازتون رو بسیار کنید حتی بینید مسجدان در فرض یک جنده میخونند بعد فرض تقسیم میشن ویتر به دیگه جا میگذارن دیگه یعنی 3 جا 4 جنده نماز میخونن چون که حدیث رسول الله که جایهای نماز بسیار کنیدن چون زمین روز قیامت گواهی میتید که شما بالاشنده نماز خواندگیتون گفتن هر یک نقطه بسیار هر یکش گفتن شاید نور بوین یک گویم سیگنال تید شاید یک لامپشکه درگرد شاید یک گواه تید که بالا من این نماز خونده افته اگه تصور کنید اینجا شما نماز خونه جنت انده گواه میتید شما جنت انده برای شما همین زمین گواه میتید که بالا من انده نماز خوند شاید بالا همین انده نماز خوندگاه ان شاء الله سی شود جنتی شود اما یک امید دیم طایفه علما ها میگن که این زمینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه باغ جنت گفتن این همجا چون که زمین همینجا از جنت آورده شده میگن سبحان الله چند کوادرات باشد شاید 20 متر باشد شاید 30 متر شما حرکت کنید من هم ستم ها حیات من همجا محراب باشد ام محراب یک تا دو تا سه تا ستم حرکت که نزدیکتر خوندن گرید یعنی پای های رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر رسیدگی قفاش هم همش روزه لیکن حرکت که اگر تونید پیشتر اند خونم ان شاء الله نور بالای نور میشه اونجا میدارای مکن در اومده من شما نمازهای نفل به نیت میکنید 2 رکعت میخونید سلام میتید با اگر امکانش شد پیشتر میگذارید با میخونید پیشتر میخونید آخرش هم خیلی میشد که شما یا عادت دستان قبضه برآورده میمونن خش اومده حاجی میشه که گفت حرمت اتن استکوت خش برآورده میمونن 2 رکعت سر میکنن شما کن تا قدر امکان حرکت کنید کن یک کس تیلا دودا ضرر نرسنده مثال کمش 2 رکعت خونید کفایه ان شاء الله لیکن الله امکانات هست تو 20 رکعت هم 2 رکعت کده سکنید همه سلام تیده امکاناتی دبو از نیت کنید ان شاء الله آخرش همه خیلی میشه که جا تنگ شد سونی قلتق برآورده میمونه اگر ان شاء الله من روزه میبرویم بعد از برآمدن من دین من شما رفته رسول الله صلی الله علیه و سلم به سلام صلوات های فرستادم سلام های یار رفیقای رساندم ان شاء الله با حوض برویم با طرز سلام ان شاء الله کمتر پستر به نشان برکت حاجی محترم من الله نصیب کرد من شما شناس میشم حاضر با من روپروی من قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم شدیم من شما حاضر میفهم که یعنی ما اینجا سی اومده و چه کارهای باید سکنم ان شاء الله شما عزیز با معلومات میتیم من هم دیده استادگی منظره ما این جنده قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم من یونشنده بود یونی همین خونه همینجا خونه گنبد کوثرشون دادم کو الان گنبد تگش همینجا تپه گنبد زنگور یونش روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد بود تگه همیننده خونه شون بود عایشه مادر ما کسی میکردن زندگی میکردن عایشه صدیقه دختری ابوبکر صدیق کسی میکردن زندگی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه شون جان دادن خونه شون وفات کردن همون جای وفات کردن شما رسول الله گور کردی جوشون با ببینید انا همجا اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم ته نوستگی من رو پرونده قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشون سونه ابوبکر صدیق وفات کردن من رو پرونده قبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه من رو پروی ایننده قبر حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه 3 دوستای یک جا گور کردن بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم
حضرت ابوبکر رسول دفن کردن. یعنی حضرت عمر وقتی که بیمار شدن، ابولؤلؤی فیروز یعنی مجوسی بود، اومده نماز بوم دادن، کارت خم میکنه پیششون. بعد از 3 روز حضرت عمر وفات کردن. وقتی که بستر بیماران خور رفتن، عبدالله ابن عمر فرزندشون چقدن، فرزندم گفتن رو پیش عایشه مادرم رو اجازت پرس که تا کی عمر اجازت پرسیساز کی منم میخواهم خیلی که زندگی منده یان دوستا منده بدم، زندگی منده ابوبکر رو رسول الله که یکتا بدم، اگر اجازت تیان من دفن کن تو نزد وها گفتن. وقتی که حضرت عبدالله ابن عمر اومده عایشه مادرم پرسیدن، عایشه مادرم راضی شدن، رخصت دادن. با بینید عدالت بینید که حضرت عمر گفتن ای عبدالله گفتن حاضر من خلیفه گفتن، حاضر من پادشاه، مباد که عایشه دهنش نرفت باشد اما کمتر یا شاید او کند، شاید یک خجالت شود که خلیفه و رد جواب دادن، یعنی شاید گناهکار نشوم گفت، شاید یگان خجالتی شد بعد از وفات من گفتن من مرم گفتن دیمک من هیچ کی نیم، من الله خلیفه نیم، یه اور دیگه اجازت پرس گفتن، یه اور دیگه اجازت پرس سونه عایشه مادرم رخصت یان سونه من همونجا دفن کنم گفتن. بعد از 3 روز وفات کردن اومده عبدالله ابن عمر بازم رخصت پرسیده مادر گفتن اجازت دید نزد دوستاشون با گور کنن، گفت من اجازه دادم که گفتم. بعدا اومده گور کردن بینید همون جنده رسول الله صلی الله علیه و آله خور رفتیان کلشون ایلونده نه کلشون ایلونده این طرفنده کلشون ایلونده پوچک منم چپه در روزش خور رفتیان است خور رفتیان من این جنده کلشون این جنده پوچکشون رسول الله صلی الله علیه و آله خور رفتیان برابر یلکشون پسترنده پشتشون ابوبکر صدیق گور کردی برابر یلکه ابوبکر صدیق کی گور کشیدگی حضرت عمر رضی الله عنه برای هوای بینید اینجا ده یک من در رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر صدیق و حضرت عمر 3 دوست ها همینجا سه میکرد خور رفتیان. انا که من شما مدینه منوره اومدم تا که رسول الله صلی الله علیه و آله زیارت کنم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن کسی که منو قبرم زیارت میکند گفتن گویا که منو سیکندن، گویا که منو گفتن زندگی من زیارت کرد. کسی که من گفتن سلام و صلوات میفرستد الله وای به سلام میفرستد گفتن، فرشته ها وای به صلوات میفرستد گفتن. تصور کنید که آجان محترم من شما از میرم یکم من پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میبیایم اومدن من اینجا اومده یگان دعا نیست. بسیار آدم همجا ما خطا کردنش ممکن رسول الله منو بخشید، رسول الله منو شفاعت کنید، رسول الله منو فرزند تید، همه خیلی گپوی شاید بعضها زند میبینید شما خیلی انسانای طور نتید. ما هر یک مقصد مویا، هر یک طلب مویا، هر یک درد مویا یاردم کی میپرسه؟ الله میپرسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر من شما شفاعت کردن نمیتونن. رسول الله صلی الله علیه و سلم کی شفاعت میکنن؟ روز محشرگاه هنده الله رخصت میتید، همون رخصت دادن الله که بعدا من شما ان شاء الله الله نصیب کنه شفاعت میکنه. حاضر وظیفه ای که من شما میبیایم همینجا اومده رو پرشو میبیم السلام علیک یا رسول الله، یعنی سلام الله باد برای شما یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا اینکه اللهم صل علی محمد و علی ال محمد صلوات، یا اینکه سلام میتیم تمام میبیایم السلام علیک یا ابوبکر، میبیم السلام علیک یا عمر. بیغر سلام دادن و در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات خوندن دیگه یگان دعای مخصوص اینجا نیست، فقط سلام یا صلوات میگیم. انا من کتی برآمده میبرم اگر خواهید که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما شفاعت کنن دست بردارید قبله ای الله بزنید که الله من شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم که سزاوار گردم گفته ان شاء الله نور بالای نور میشد. این بود کمتر در بالی سلام دادن. من شما یکن دو تا حالت 90% حالتند به همه پیش میگذراند. اگر به همه پیش گذراند ما هم خیلی سلام داده میبرم، اگر به پیش نگذراند من شما به پیش براند هم تا همون پیش استودی هم سلام تیم میشد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابوبکر، السلام علیک یا عمر. یا اینکه 24 ساعت همونجا که شاگی دین من در اومده فقط وقتای نماز انده 10 20 منت میدورد نماز دادو شد با میکشد 24 ساعت شبانه بر روز میتونید یه روز به 10 بار رسول الله صلی الله علیه و سلم سکنید زیارت کنید و وقتی که سلام میتید تصور کنید الله همرقه بزرگش کتی یک تا سلام تید الله 10 تا سلام میگفت ما فرشته ها من شما سلام میگفتن سلام میگفت. الله قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، در حقیقت فرشته ها در حقیقت الله و فرشته ها محمد صلی الله علیه و سلم میکنن سلام و صلوات میفرستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمانتون هست با محمد صلی الله علیه و سلم
شما هم صلوات فرستید میگود اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الله تعالی سلام من شما و سلامی تمام یار رفیقام دوستام پدر مادرام اهل مسلمان ها اهل سوق زمین اهل محله ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رساند و هر یک آن مخلصانی که ما دیده استادیان آن مخلصایی که ما ندید استادن تمام مسلمان های اهل روی زمین همین جای ها آمده عبادت کردن سلام گفتنشون الله تعالی نصیب دار گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه هاشون بود. من دروی مسجد روزه باز همجا دروی اونجا دست چپ پنده اصحاب صوفه جو شنای من همجا اون سیری چپ این بسم الله الرحمن الرحیم اللهم استغفر منم دست چپ ببینید انا همجا کم بغلا مسافرم میومد رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همجا نمیشتن اصحاب صوفه میگن پشت انا خونه شون پشتش سوی پشت خونه شون همین مسافران همجا جوبت اهل مکه موی هاش همجا ما مسافرها ها جو کمی دادن یاردم میکردن. ماشاءالله طرف پشت قبر ما پشت قبر اینجا من همجا میدان روزه باغ جنت ان شاء الله.